سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه‌ها، مخلصم. این ویدیو بچه‌ها در مورد چجوری بهتون بگم زبان فارسی افغانستان، تاجیکستان و ایران. یه چنلی هستش که ملودی پلاس اسمش و رفته تو کوچه پس کوچه های تاجیکستان و در مورد این تفاوت‌ها با مردم صحبت میکنه و این ویدیو خیلی جالب و خیلی خفن شده چون حس زندگی رو با آدم میده تو کوچه پس کوچه های تاجیکستان. و اینکه امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره این ویدیو رو تا آخر ببینید و به دوستاتون معرفی کنید. Let's go. پرسان بکنم ما به خاطر چه پیرمرد خوش خیلی خوش تیپی. ما میپرسیم اگر شعر بیادشان باشه بگوید اگر نباشه خوزو مورونیوه. شما با شاعرها رو میشناسین؟ چند شاعره بر ما بگوید. مثلا شعرهای از رودکی سر میکنیم. بله رودکی اصلا پدر زبان فارسی. بله بیدل داریم دبدان بیدل بیدل. دیگر شاعرهای سعد شیرازی هست، حافظ شیرازی هست، کمال خوجندی هست. خیلی اینجا بسیار از خود بزرگ زیاد است. بسیار است. توی کامنت ها بنویسین شاعر خفن و باحال تاجیکستانی داریم که مثلا به فارسی دری، فارسی تاجیکستان شعر گفته باشه که خیلی خفن باشه، خیلی شعراش خوب باشه و اینا. اگه میشناسید توی این کامنت ها بهمون معرفی کنید. اگه کتابی داره، شعری داره، چیزی داره توی کامنت ها بهمون بگید. سلامت باشین. تشکر میکنم. قسمی که یک شاعر بزرگ صوفی اشقری میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. تشکر. سلامت باشین. این شعر تقدیم شما و تمام عزیزایی که میبینن. کسایی که میبینیدن برشان اگر کدام گفتنی دارین بفرمایید. صد تشکر. رحمت کارتون موفقت. سلامت باشین. تشکر از شما که بر ما وقت دادین. خیلی خوش تیپه پیرمرد. سلام. خوب هستین؟ خوب هستین؟ صحتتون. دخترای تاجیکستان کلا دخترای فارسی زبان ها خیلی خوشگلن، خیلی با ادبن، اصلا صحبت میکنن انگار دارن شعر میگن. خوب هستم. شما خوب هستین؟ تشکر. سلامت باشین. دختر خوشروی نامش چی است؟ نام من شکرانه است. شکرانه جان. شکرانه جان اینجا دیدم همونجا شیشته بودین، اما قسم برای گردش و بر تماشا آمدین امروز؟ نه، من امروز در یک جا باید اشتراک کنم که شامی بالیوود نام دارد، در یک چی میگن جمعیت، در یک چاره‌بینی. در یک چاره‌بینی باید اشتراک کنم که شامی بالیوود نام دارد. در همینجا باید مایسترو صدای مرا سنجد. بسیار عالی. پس امروز یک چی میگن مصاحبه دارین؟ بله. صدایتان میسنجن. بله. عالی است. موفق باشین. شکرانه جان عزیز، امروز آمدیم تا از مردم بپرسیم که نام چند شاعره بر ما بگوین. آیا به شعر علاقه دارن و اگر به شعر علاقه دارین شعر را که یاد دارین بر ما بخونین. جایی که داره مصاحبه میکنه پشت سرش چیه بچه‌ها؟ کاخی، دانشگاهی، موزه چیه؟ اولا که چه هوای مشخص، ابری، هوا خیلی خوشگل و خفنه، خنک سرد هوا. بعد اسم این مکانی که این داره ویدیو رو میگیره چی اسم مکانش؟ شما بعضی اوقات شعر میخوانین؟ به شعر علاقه دارین؟ میشنوین یا؟ بله خیلی زیاد میخوانم، چون که تمام حسیات خودش رو آدم فقط با شعر ابراز کرده میتواند. به فکر من احساساتش میتونه با شعر بگوید. فکر میکنم کدام شاعرای معروف میشناسین نامشون میدونین؟ عبدالله رودکی از کلاسیک میشناسم، صدرالدین عینی میشناسم، از معاصر محمد غایب رو میشناسم که شعرهایش رو خیلی دوست میدارم. پس محمد غایب را اشعارش خیلی دوست دارین، حتما یادم دارین شعر. بله. پس میشنویم؟ بله. بفرمایید. 4 مصرع رباعی دارد که میگوید خالی ز خط سخا کفی افسوس است، یک عیب نشان داغ 100 ناموس است، در روز جزا دهد گواهی ز عمل، هر عضو بدن به صاحبش جاسوس است. عالی است. موفق باشین. چقدر یک شعر پرمفهوم بود. واقعا. هر عضو بدن به صاحبش جاسوس است. توی قیامت که اعضای بدن به صحبت میشن و از اون خود انسان چی بابا خفه شو، چی نگو دیگه، آبرو ما رو بردی، همیشه صدای لو میدی. میگه نه تو خفه شو. تو دنیا
من دست تو بودم، الان دیگه صاحبم تو نیستی. اشعار عالی داره و یک شعر رو انتخاب کردین شما خواندین که ازش سراسر مفهوم و معنا میباره. اگر تحلیل بکنی خیلی یک شعر فوق العاده زیبا هست. بله. شما موفق باشین. امروز یک امتحان هم دارین ان شاء الله که صدایتان سراج الدین مرادعلی. سراج الدین جان سلامت باشین. شما اگر میخواین همون شعر را که خودتان دوست دارین به ما چه تو پلموپولی و سفید نفس خود امیری مردی بر کروگر از نقطه نگیری مردی نبود فتاده یا پای گرده بر دست فتاده بگیری مردی. بسیار عالی. این شعر از رودکی است. اشعار شاعرای دیگر هم میشناسین؟ بچه رودکی به قدری شعراش خفنه که جای واسه گفتن نداره، ولی اگه توی کامنت ها بنویسید شاعرای معاصر و دوره معاصر و جدیدتر رو توی کامنت ها بگید که مثلا رگ تاجیکی دارن، خیلی من دوست دارم باشون آشنا بشم. سعدی شیرازی با بابای من خودشان نویسنده هستن. بسیار عالی. شعر می نویسن یا نه فقط کتاب می نویسن؟ شادان حنیف تماشام. شادان حنیف. باز کتابشون تا حالا چاپ شده؟ کتابشون نامای کتابشون یادم با نیست ولی چاپ شده خودشون چاپ شده ایران با چاپ شد. بسیار عالی. خب شما درس خواندین مکتب میرین فعلا؟ من حاضر من مکتب QSI میروم. میام مکتب امریکایی است. مکتب امریکایی. پیش او من یک لیسه میرفتم، لیسه ترکی. خیلی خوبه همون لیسه. خیلی درسایش فکر کنم بالا سطح درسش. بچه‌ها توی کامنت ها بهمون بگید که توی تاجیکستان یوتیوب فیلتره یا نه؟ یوتیوب فیلتر هست یا نه؟ اینو تو کامنت ها بهمون بگید که ولی اگه هست شما چی کار میکنید؟ این واسه مهمه، میخوام بدونم توی تاجیکستان اونایی اگه فیلتر یوتیوب هست چی کار میکنید؟ از چی استفاده میکنید؟ فیلتر شکن استفاده میکنید یا که چیز دیگه ای؟ نامتون چیست؟ بچه خانمای زیبایی. حنیفه جان. منیژه جان و حنیفه جان دختر خوشرو و دخت تاجیکستان هستن که همراهشان صحبت میکنیم و ازشان میخوایم که اگر کدام شعر فعلا در ذهنتان باشه در یاد داشته باشین بر ما بخونین. درست است؟ چه هوایی بخونین. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را به حالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. شعر اشتباه گفت. میگه اگر آن ترک شیرازی. اگر آن ترک شیرازی یعنی چی؟ عجیب نیست شعرش. میگه اگر آن ترک شیرازی، مگه میشه که دو تا قوم داشته باشی؟ ترک شیرازی یه ترکی که شیرازی بوده. اگر آن ترک شیرازی، نه منظورش این نیست. ترک به معنای زیبارویه. میگه اگر آن زیباروی شیرازی که اهل شیرازه هست به دست دارد دل ما را به خاله، نه که به حاله، به خاله هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. این شعرش خیلی خفنه. بسیار یک شعر مقبول. امروز ما هم خواستیم که امو اشعار و از شعرها یاد بکنیم، اشعار ماندگار اونا را تازه بسازیم تا زبان فارسی تقویت شود. شما درس خواندین؟ دانشگاه میرین یا فعلا مکتب؟ دانشگاه میخونم، کورس 3 هستم. سمستر 3. کدام رشته؟ دانشگاه آموزگاری. معلم. یعنی شما وقت تمام کردین دیگه معلم میشین. خیلی آفرین. شما خواهر هستین؟ کدام تان کلان هستین شما؟ کدام میموننده؟ فکر کنم شما کلان باشین. البته من کلان هستم. اینا خردتر است. شما اپا اینا خواهر. این قسم بیستوت میخونم. خب باز شما کدام رشته میخونی؟ دانشکده طبی. آفرین. یعنی اینا دکتر میشن. پزشکی. امو گپ پس چی میگن دکتر مسلک است که هم نان داره هم نام. یعنی هم دکتر صاحب گفته مردم احترامش میکنه، هم وقت مریضایتان زیاد باشه، بیمارایتان زیاد باشه پول داره دیگه. هم نام داره، هم نان دارد، هم چی داره؟ نام دارد، هم نان دارد. آره، ولی درآمدشون توی بیماری مردمه. هرچی مردم بیمارتر باشه اینا درآمدشون بهتره. اینجا وسط چیزی البته نه، این شوخی است، بالاخره بیمار هست دیگه. نام.
خداوند همگی را صحتمند داشته باشه. حالا دکتر صاحب آینده نگوین که اگه کلگی صحتمند باشه پس من کی را معاینه بکنم، من پولش از کجا در بیارم؟ به پول شما را البته جمع کنه. نه حال نگوین اگر آینده اینا دکتر شون باز امی ویدیو را کسی ببینه میگه شما گفته بودین که بی پول معاینه میکنم. حالا بیاین من بی پول جان میره. ما هم مهمان هستیم. خب شما اینجا مهمان اصل از خجند آمدین؟ از خجند. خانه در خجند است؟ خانه در خجند. بسیار عالی. من خجند نرفتیم تا حالا و خیلی دوست دارم که یک بار خجند برم. فرصت باشه خداوند عمر بسازه زنده باشه میخوایم یک بار برم. تشکر. من عاشق اینم برم تاجیکستان، حالا خجند باشه هر جا باشه. السلام. کلا خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ چه خانومای باوقار زیبایی، مشکی رنگ عشق، مثل رنگ چشای مهربانت. سروناز. بسیار نامای مقبول. واقعا آفرین. بسیاری از نامای دختر خانمای تاجیکستان خیلی مقبول است. مثلا عبادت یک نام است که من نشنیدیم. سروناز همچنان. خب عبادت جان، امروز آمدیم تا از مردم بپرسیم که اگر به خاطر تقویت زبان فارسی اگر شعر یاد دارن بر ما بگوین و از شاعرها کیها را میشناسن، کدام شاعرها را میشناسن. شما بعضی اوقات شعر میخوانین میشنوین؟ نه. خب حالا بر ما میشه یک شعر بگوین؟ شعر از ابوالله رودکی. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش به نیاز. بسیار عالی. ای از شاعر بزرگ رودکی چقدر کوتاه بود. و دیگه کدام شاعرها را نامش اگر یاد داشته باشین بگوین؟ حافظ شیرازی، سعدی، مولانا ابن سینا، صدرالدین عینی، ناصر خسرو و غیره. صوفی اشقری، صدرالدین ناصر عینی. خسرو. خیلی شاعرای بزرگ هستن. واقعا اشعار سرودن که تا امروز امو زبان فارسی را به ما یادگار گذاشتن. سهراب سپهری. خاطر تقویت زبان فارسی باید جد و جهد نماییم. درست است؟ درس میخوانین؟ بله دانشگاه. کدام رشته کدام دانشگاه؟ دانشگاه آموزگاری فیزیکا. فیزیک یعنی در آینده شما استاد فیزیک میشین، معلم میشین. شما؟ من دانشگاه ملی استوماتولوژی. دندان پزشک. دندان پزشک. بسیار عالی. یک دندان خراب است. وقتی دندان شما فارغ شدین بخیر دکتر شدین، ما پیش شما میایم واسطه میکنیم از ما پول کم بگیرین دندان و تداوی کنین. میشه؟ خب تشکر. سلامت باشین. آینده سازهای کشور هستن اینا، یکشون بخیر معلم میشن و یکشون هم دکتر. شما موفق باشین، بخیر بارزایتون برسین. ان شاء الله که همه فارسی زبان‌ها همیشه موفق باشن و جیب پرپول و خندرو و کیف و انرژی مثبت و نمیدونم دین و دنیا همه چی رو با هم دیگه داشته باشن. کل فارسی زبان‌ها، کل هم جوارها هم جواران. سپاسگزار از همه شما عزیزانی که تا ایزم با ما بودین و ما رو همراهی کردین. ما هم از سپاسگزار شما. از همتون. برنامه واقعا عالی بود، خوب بود. من هم لذت بردم ازش. منم لذت بردم. چاکر بچه این ملودی پلاس هست چنل این خانوم، حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید تا ایشالا که اینم موفق باشه. حالا ما ویدیوشو برداشتیم دیگه، ویدیوی ما هم یه لایک بزنید، همین لایک رو بکنید شما بس دیگه. یه لایک بزن، اگه سابم نکردی یا سابت نپریده حواست باشه یک سابی هم بزنید، کامنت انگلیسی هم بذاری که اگه گاهی وقتها یوتیوب شما رو ربات تشخیص میده و سابسکرایبتون رو دوباره آف میکنه، از حالت آن دوباره خود به صورت اتوماتیک آف میکنه، فکر میکنه شما رباتی. پس یک کامنت انگلیسی بذارید، فارسی یا نمیدونم روسی هر چی هست، یک کامنت بذارید که شما رو ربات تشخیص نده و حسابتون نپره. تا بنویسید هر چی که دوست دارید با هم دیگه ببینیم و ریاکشن بریم. چاکر بچه‌ها، تا دیداری دیگر، بدرود.